سلام دوستای عزیز، امیدوارم جور و صحت و سلامت باشه در گوشه دنیا که هستی. ما امروز آمدیم این شهر به نام شهر بنتری میگه، مربوط کشور ایرلند میشه دیگه. امروز هم موقعیت شبا هوای عالیست، سهار هوای دلنشین. این منطقه هم طبیعت بسیار زیبا و مقبول داره. اینجا هم که میبینی این منطقه به نام بنتری هاوس میگه. این هاوزی هست، فکر میکنم که در زمانی که سابقا بوده اینجا محل قمنده یا همون نظامی هایشون بوده یا چی بوده. خب بسیار قدیمی است، کونه است. امروز مردم به دیدن ازی میایه، گرچه که بخوای داخلش بری 15 یورو باید تکت کنی داخل از اینجا بری. یه همین منطقه هایی که گل و گلکاری شده، زیبایی های خود داره. واقعیتش گلدانکاش هم به این شکل جور کردین و این هم صاحب پارک است که پیش رویش است، بسیار مقبول و زیبا. به این شکل منطقه را جور کرده. جای دیدنی است، گرچه در این وقت همیشه میباله کسایی که مربوط این منطقه زندگی کنن بازیجا برای زور تکت نیست، و خصوصا کسایی که از ساهای بیرون از دیگه جایا میایند اینجا باید زور تکت پرداخت کنن. به این شکل گلای مقبول است و اون منطقه هم این درخت ها که هست، این موسمی که میشه دیگه، این کلش گل است.